سلام دوستان عزیز، مخلصان دائمی بازی‌های شوق‌آور آفرین. بیاید مثل تربیت گیرندگان کودکستان رقم 77 پایتخت دستی هم گرفته به میدان میبریم و مشق ورزش میکنیم و سالم و بردم به کمال میرسیم. همینطوری بچه‌ها؟ دوستان عزیز، چطور که می‌بینید شروعچون برنامه علاقه در میدان صف کشیدن و با آغاز مسابقه آمدند. بیاید حالا با دستاورد شناس میشویم. همینطور از طرف راست من دسته یوسمان. خیلی خوب. و از طرف چپ باشد دسته زبو. آفرین. دوستان عزیز، همینطور با دستاورد شناس شدیم. حالا با شما از دستاورد خواهش می‌کنم که با جای خویش گذارن و با مسابقه جدی آماده شوند. تا این مدت من شما را با حکمان برنامه شناس می‌کنم. ما با هر دو دسته برار می‌خواهیم. برنامه امروز را حکمان در هیئت زیرین به گزاری می‌نمایند. مدیر کودکستان زبو دولتова و مشاور کودکستان زهرا علیمردانова. شروع و دوباره بازی امروزه من کرامتلوی اصلان. این شرطی نخستی مسابقه امروزه آغاز و ببینید که این بازی چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی در دست اشتراکچیان حلقچه ها به نوبت به میدان برآمده. از بین مانیا گذشته تا آخر میدان می روند و از حلقچه پیرامید ساخته باز به مرا برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. اشتراکچیان نوبتی دسته را میبینیم. بازی ادامه دارد. اینا پسرکان آخرین دسته با میدان برآمدند و پس ازشان از نوبتی دخترکان فرا میرسد و بیاید مهارت دخترانی دسته را میبینیم. برتر نصیب دسته یوسمان از در اینجا اشتراکچیان دسته زبو کوشش کرده استادن دستهشان را به پیش کشند، ولی برجان دسته یوسمان برتری از دست دادنی نیستند. پس معلوم می شود که آنها عزم غلبه کردن دارند. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچیان نوبتی دسته را میبینیم. ببینید دوستان عزیز، برتری نصیب دسته زبو شد. اینا دخترکان نوبتی دسته با میدان میبرند و میبینیم که در این شرط کدام دسته غالب میآید. در این شرط دسته زبو غالب آمد. آفرین بر دسته زبو. اینا شرط نوبتی و ببینید که این شرط خیلی شوق‌آور است. در این بازی اشتراکچیان در دست توپ فوتبال با میدان برآمده. از داخل حلقه گیمناستیک گذشته تا آخر میدان میروند. توپ را در داخل تبدیل گذاشته باز به مرا برمیگردند. اشتراکچیان این بعد توپ را به مرا برمیگردانند. انتر بازی ادامه می‌یابد. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. اشتراکچیان نوبتی دسته را می‌بینیم. برتر نصیب دسته یوسمان است. نک می‌بینید که چگونه تغییرات به عمل می‌آیند. دسته زبو نیز به پیش برآمد. بازی ادامه دارد. بازی خط تماشا کنید. اینا پسرکان آخرین دسته با میدان برآمدند و اکنون نوبتی دخترکان فرا میرسد و بیاید مهارت دخترانی دسته را می‌بینیم. ادامه دارد بازی خط تماشا کنید. اشتراکچیان نوبتی دسته را می‌بینیم. برتری همون نصیب دسته یوسمان است. دخترکان دسته زبو کوشش کرده استادان دستهشون را به پیش کشند، ولی ببینید که اشتراکچیان دسته یوسمان برتری از دست دادنی نیستند. پس معلوم شود که اونها عزم غلبه کردن دارند. در اینجا اشتراکچی دسته یوسمان به خطاگیر راه داد و می‌بینیم که در این شرط کدام دسته غالب می‌آید. در این شرط هر دو دسته باربر به مرا رسیده هستند. به هر دو دسته. یک شرطی نوبتی ببینید که در این شرط اشتراکچیان نمادهای گیمناستیک را اجرا میکنند. آنها به نوبت به میدان برآمده. از داخل حلقه گیمناستیک گذشته علامت گیمناستیک غیر میزنند تا آخر میدان رفته باز همین عملها رو تکرارا اجرا نموده به مرا برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. اشتراکچیان نوبتی دسته او را میبینیم. بازی با جوش و خروش ادامه دارد. برتر نصیب دسته یوسمان است. در اینجا اشتراکچیان دسته زبو کوشش کرده استادن که دستهشون رو به پیش کشند، ولی برجگران دسته یوسمان برتری از دست دادنی نیستند. پس معلوم می شود که اونها عزم غلبه کردن دارند. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید.
در اینجا شوچه دسته زیبا با خطاگی راه داد و از خطاگی بود که دستشون در رقیب ماند. از خطاگی دسته زیبا استفاده بود و ورزشکاران دسته عثمان با پیش بر اومدن. اینک پسرکان اخرین دسته ها به میدان بر اومدن و پس از چند لحظه نوبت دخترکان فرا میرسد و بیاید مهارتی که نسل دخترانی دسته ها رو میبینیم. بازی باجش و خروش ادامه دارد. شوچه نوبتی دسته ها رو میبینیم. بازی ادامه دارد. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز شما نیز میتوانید چنین بازی ها رو در خانه های خود در میدانچه ورزشی نزد حولی هایتان یا مکتب بخشا تشکیل نموده پیوسته به ورزش مشغول شوید زیرا ورزش را گروی سلامتی میگویند. ادامه دارد بازی دخترکان نوبتی دسته ها رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. یک پس از چند لحظه دخترکان اخیر دسته با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر دسته زیبا غالب آمد. آفرین به دسته زیبا. تنزنه این شهر که نوبتی و ببینید که در این شهر در دست ایشون چنبرک ماشین رمی یا اونها ماشین رونده از بین منو گذشته تا آخر میدان میروند و باز به ما برمیگردند. باز خط تماشا کنید دوستان عزیز. برتری نصیب دسته عثمان است. ایشون نوبتی دسته ها رو میبینیم. بازی ادامه دارد. ایشون نوبتی دسته ها. باز خط تماشا کنید دوستان عزیز. دسته ها برابر حرکت کرده استودند. یک پس از چند لحظه پسرکان آخرین دسته با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر نوبتی دخترکان فرا میرسد. بیاید مهارتی رانندگی دخترانی دسته ها رو میبینیم. بازی ادامه دارد. برتری همون نصیب دسته عثمان است. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید. بازی بازش و خروش ادامه دارد. ایشون نوبتی دسته ها رو میبینیم. دسته ها برابر شدند. دسته زیبا با پیش بر اومد. اصلا با ورزشگر دسته زیبا واقعا متوانید با چوب چالاکی خود دستش رو با پیش کشد. ایشون نوبتی دسته رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی بازش و خروش ادامه دارد. یک دخترکان اخیر دسته با میدان میبریم و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر دسته زیبا غالب آمد. آفرین به دسته زیبا. این شهر که نوبتی و ببینید که این شهر چگونه اجرا کرده میشه. در این بازی در دست ایشون توپچه‌های خرد و نوبت به میدان بر اومده. در داخل حلقه گیمناستیک میستن و توپچه رو در داخل سبدها به نشان میگیرن. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی باجش و خروش ادامه دارد. ایشون نوبتی دسته رو میبینیم. یک پس از چند لحظه پسرکان اخرین دسته با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر نوبتی دخترکان فرا میرسد و بیاید مهارتی دختران را در اجرای شرط مسابقه میبینیم. ادامه دارد بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. برتری نصیب دسته عثمان است. خاطرات میکنم دسته عثمان با لباس‌های کبود و دسته زیبا باشد. با لباس‌های گلابی در میدان بین هم خوزمویی دارند. ایشون نوبتی دسته رو میبینیم. ادامه دارد بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. اینک پس از چند لحظه دخترکان اخرین دسته با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر غالب این شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته غالب میآید. در این شهر هر دو دسته برابر به ما رسیده هستند. با هر دو دسته این شهر که نوبتی ببینید که این شهر چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی شوچون با نوبت به میدان بر اومده. از داخل دو حلقه گیمناستیک نمیتونه گذشته تا آخر میدان میروند و باز به ما را برمیگردند. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی باجش و خروش ادامه دارد. شوچون نوبتی دسته رو میبینیم. ببینید دوستان عزیز در اول اجرای شهرهای شوچون دسته عثمان پیش صف هستند ولی در آخر آنها برتری رو از دست میدهند و مغلوب میشوند. باید که شوچون از اول تا آخر کوشش کنند تا در هر شرط مسابقه غالب آیند. ادامه بازی رو میبینید دوستان عزیز. بازی خط تماشا کنید. بازی باجش و خروش ادامه دارد. ایشون نوبتی دسته ها
برتری همان نصیب دسته یوسمان است و دوستان عزیز شما نیز می توانید که چنین بازی‌ها را در خانه‌های خود در میدانچه‌های ورزشی نزد حویلی‌هایتون یا مکتب بخش‌ها تشکیل نموده پیوسته با ورزش مشغول شوید. زیرا ورزش را برای سلامتی و سرچشمه زیبایی میگویند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. دست‌ها برابر حرکت کرده استودند. بود خواب باشید دوستان عزیز. چوشوی نوبتی دستا رو می‌بینیم. بود خواب باشید دوستان عزیز. در اینجا برتری نصیب دسته زیبا شد. چوشوی نوبتی دستا رو می‌بینیم. در اینجا دخترکانی دسته یوسمان کوشش کرده استودند که دسته‌شون رو به پیش کشند ولی هیچ چون دسته زیبا برتری رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم شود که اونها از غلبه کردن دارند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. برتری نصیب دسته یوسمان شد. چوشوی نوبتی دستا رو می‌بینیم. ادامه دارد بازی. یک پس از چند لحظه دخترکان آخری دستا با میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر گلی به شهر معین میگردد و میبینیم که در این شهر کدام دسته گلی میآید. برتری نصیب دسته یوسمان است و در این شهر دسته یوسمان گلی با آمده. آفرین به دسته یوسمان. قند زنید بچه عزیز. شرط نوبتی ببینید که این شرط چگونه اجرا کرده می شود. در این بازی دخترکان در کرسی‌ها نشسته سران از بین دختران گذشته داخل میدان میروند و باز به مرا برمیگردند. ادامه بازی رو میبینیم. بازی خط تماشا کنید دوستان عزیز. بازی بازیش و خروش ادامه دارد. چوشوی نوبتی دستا رو میبینیم. برتری نصیب دسته یوسمان است. چوشوی دسته زیبا کوشش کرده دادن دسته‌شون رو به پیش کشند ولی ورزشکاران دسته یوسمان برتری رو از دست دادنی نیستند. پس معلوم شود که اونها از غلبه کردن دارند. ادامه بازی رو می‌بینیم. با دقت تماشا کنید. یک پس از چند لحظه پسرکان آخرین دستا به میدان میبرند و پس از چند لحظه دیگر گل به شهر معین میگردد و می‌بینیم که در این شهر کدام دسته گلی میآید. در این شهر دسته یوسمان گلی به آمده. آفرین به دسته یوسمان. دوستان عزیز در اینجا همه شرط‌های مسابقه مدعای فرین به انجام رسید و فرا رسید لحظه اعلان نمودن خودهای به دست آورده دسته ها. موافقی با گزارش حکمانی برنامه دسته یوسمان صاحب 27 خو و دسته زیبا باشد صاحب 29 خو. دوستان عزیز مغلوبیت دسته زیبا رو